سلام خدمت شما دوستان گرامی. امروز میخوام یک سایت سرمایه‌گذاری ترونی با سود روزانه بهتون معرفی کنیم که سایت به شدت فوق‌العاده معتبر و سایت خیلی خوبیه. داخل این سایت اگر ارز ترون سرمایه‌گذاری کنید بهتون سود روزانه میده و هر چقدر سرمایه بیشتری بذارید سود روزانه بیشتری میگیرید. این اولین مرحله ثبت نام در سایت. من لینک این سایت رو براتون زیر این ویدیو قرار دادم. شما وقتی که از لینک سایتی که من زیر این ویدیو براتون قرار دادم وارد شید یه همچین صفحه‌ای رو براتون میاره. این صفحه ثبت نام در سایت. توی قسمت اول ایمیل یا جیمیل برای خودتون میذارید، توی قسمت دوم یک پسورد برای خودتون انتخاب میکنید و توی قسمت سوم هم یک پسورد برای برداشت سود روزانه‌تون میذارید که من پیشنهادم اینه که پسورد اکانتتون که مورد دوم هست با پسورد برداشت سود روزانه‌تون که مورد سوم هست یکی وارد کنید و در آخر روی گزینه رجیستر بزنید. خیلی راحت و واضح گفتم دیگه، همه باید متوجه شید. بریم مرحله بعد. خب خوب دقت کنید ببینید چی میگم. این مرحله بعدیه. شما وقتی که ثبت نام کنید یه همچین صفحه‌ای میاد. حالا باید قدم بعدی که برمی‌دارید از صرافی‌های ایرانی فرقی نمی‌کنه. ببین واضح دارم میگم صرافی‌های ایرانی یا هر صرافی که توش میتونی ترون بخری، باید ارز ترون خریداری کنی. چه صرافی‌های ایرانی چه صرافی‌های خارجی، باید ارز ترون شبکه TRX یا TRC20 فرقی نمیکنه ارز ترون خریداری کنی. البته با ارز تتر هم میتونی سرمایه بذاری. ارز تتر یا ارز ترون شبکه TRX یا شبکه TRC20. ببین خیلی واضح گفتم ارز ترون. از صرافی‌های ایرانی میتونید داخلشون اگه حساب دارید ترون خریداری کنید، یا اگه حساب ندارید داخل صرافی ایرانی مثل نوبیتکس مثل اوکی اکسچنج ثبت نام کنید، ایراس هویت کنید و ثبت نام کنید و ارز ترون خریداری کنید. بعد که ترون خریدید حالا قسمت سرمایه گذاری در این سایت. روی گزینه ریچارج اولین مورد اینجا ببین زوم کردم روش کلیک میکنید. پس من روی ریچارج میزنم. اینجا میگه با چه ارزی میتونی سرمایه میخوای بذاری. من پیشنهادم ارز ترونه که دومی میشه TRX زده. شما با تتر هم میتونی بذاری. ببین مورد اول تتره که شبکه TRC20، شبکه ارز بعدی ترونه، ارز سوم شبکه تتر شبکه B20 و ارز چهارم هم بایننس اسمارت چین. خب من ترون رو انتخاب میکنم. اینجا بهم یه لینک میده باید کپی کنم و بهش ترون ارسال کنم. تیک اول بیسیک اینوستمنت بذارید بمونه و این لینک رو که کپی کردی خب از اون صرافی ایرانی که ترون خریداری کردی به این لینکی که کپی کردی ارسال میکنی. پس ببین خیلی واضح گفتم صرافی ایرانی شما تتر میخری یا ترون میخری. خب چون اینجا ما با چون ما اینجا رو ترون انتخاب کردیم باید ارز ترون انتقال بدیم. پس تو اون صرافی ایرانی ترون که خریدید خب به این لینک همون ارسال میکنید و بعد از اینکه ترون ها رو ارسال کردید روی گزینه ریچارج کامپلیت کلیک کنید. تموم شد و رفت. این شد سرمایه‌گذاری در سایت. طریق برداشت سود روزانه هم خیلی راحته. روی ماینر اون پایین صفحه کلیک میکنید. اینجا براتون ماین میکنه. ببینید الان برای من $5 ماین کرده و فردا صبح ببین روزی $11 بهم میده. فردا صبح $11 هم رو میتونم برداشت کنم. روزی $11 بهم میده، یعنی هر 24 ساعت یک بار میتونم سود روزانه‌ام رو دریافت کنم. و حالا میخوام به کیف پول خودم یا کیف پول شخصیم انتقال بدم. روی هوم کلیک میکنم و روی گزینه ویدرا میزنم. ویدرا رو که زدم عرضم به خدمت شما دوستان گرامی که توی قسمت اول که زده ویدرا ادرس کیف پول ترونیم رو آدرس کیف پول ترون رو انتخاب میکنم. اگه تو نوبیتکستون توی کیف پول تراست والتتون یا کیف پول ترون لینکتون یا کیف پول اوکی اکسچنجتون هر صرافی یا هر کیف پولی که داری ولت شخصیتونه لینک ترونتون رو کپی میکنید و توی کادر اول که زده ویدرا ادرس وارد میکنید. توی قسمت ویدرا اماونت میگه چقدر میخوای برداشت کنید. طبق اون بالا زده که چقدر سوده، چقدر میتونم ترون برداشت کنم. امروز من چون ترون هامو برداشت کردم باید فردا برداشت کنم بقیه‌اش رو و عرضم به خدمت شما که میتونید روی گزینه all کل ترون هاتون رو انتخاب میکنه. این 3 ترون از قبل مونده. من روزی تقریبا 50 ترون سود روزانه دریافت میکنم. و توی قسمت سوم هم ویدرا پسوردی که توی اول ویدیو بهتون توضیح دادم که موقع ثبت نام
رمز عبور برای برداشت سود روزانه وارد میکنید. توی همین کادر سوم قانون فیلم کلیک میکنید. طریقه برداشت سود روزانه هم بهتون گفتم چیز خاصی نداره. طریقه 0 تا 100 کار با سایت بود. امیدوارم که داخل این سایت ورود کنید. خدا نگهدار.